الو. سلام علیکم. سلام علیکم. این تلفن دونجوانه؟ بله گوش میکنم اکا. تو لوبایش کتی گفتی من تماشا کردم کو بیو قتی من بزن اینا گاب زن روز شما عیان کن در دبی در گجای باشه من برام قتی تو یک باید مردک تو بزنی مردک از قتی کی شتگی مردک بونی قتی روزبک فیضلی اما روزبک فیضلی هم بیار که بهوشایی و بگیره برات فهمیدی کنی تر مسکولای ما آهانیه ای برادر تو مسکولات آهانی باشه برش کم آهانیه نومره قدم کربون افتاد اکو دوتان همیشه دوری برات ها بنویس چنده که 918 918 46 سخاوت کاروان یک گلوش کار نمیمونم بشه علف در پیش میمونی که بوار که اگر علفی کم ترک خیلی یکون علفایی که خیلی نامعقول دیلش بود خیلی کم سرسری که دویدم؟ سرسری که دویدم؟ کلای چی رگزی؟ کو خیلی بلندتر گفت سرسری که دویدم؟ یه بند یه زن امروز که تازه نمونه میکشدم باید پوینده سلامت خیلی همین میدرونم بانو میگه درنی او میکنه میبروره درنی او میکنه میبروره سلام خیلی تگی او میکنه شریکی برنامه ما هستند شرکت داروسازی صاف سودا. اگر شما خود را فربه یا خراب کردن خواهید و یا موی سر شما میریزد و یا در بدن خود سفید شوی را احساس میکنید پس به شرکت صاف سودا مراجعت کنید. Audio Jungle. سلام بینندگان عزیز مخلصان برنامه 10 شرط با درخواست سرشمار مخلصان مخصوصا غریبان در برنامه نوبتی ما مهمان هستند حجم نگار شناخته حجم نگاری که با حجوهای نمکین خود در دل و دیده شما معوا گرفته است راهبر گروه حجوی چهره‌خند سعید جان ایدیوف استاد رو به برنامه خوش آمدید میگویم. سلامت سربلند باشید. سلام هموطنان عزیز، سلام اون کسانی که ما را دوست می‌دارن محبت دارن و فراموش نکنید که ما نیز برای شما محبت داریم. سلام به شما، سلام به اهل هنر که اینا نوار برداران تنظیمگران همه نشستن. خب بعدی سلام همی که یکم نامی گروهی ما را دیگه کرد یعنی که شکرخند بود چهره‌خند شد. این قبوله این برنامه همی خیلی که 10 شرطه یک شرطه باید دار ما را که برادر رو 10 سم کار کردیم من مخلصی همین گروه شما هستم و من نمیدونم چی خیلی سراسیمه شدیم کسی هم نداره کم اگر دغدغه رستم به رستم است این همین خیلی شما چند بار مرا زنگ زدین در برنامه باور که به حساب است انا برای همین خیلی نه سیاست همین خیلی ما چند حجم نگارا رو یک بار دو بار زنگ زدیم می اومدن اکای سعید رو قریب 2 هفته شد که زنگ میزنه. آخه برادر عزیز ببخشید که برنامه دیگه سر شد دیگه ما دیگه نگاه نمیکنیم. برادر عزیز گفت در سر چی میره که تو 10 شرط گفتی من 10 شرط فهمیدم من ترسیدم گفتم 10 شرط من یک برنامه دارم برنامه همون چیه نوع برنامه خدمت گم کردم از باید برنامه نو کردم فکر کنم انا میدان هنر در اونجا مور و اشجار و کلاس همه چی داره این دهشت گفتم چی برنامه باشه این کی خیلی حوز میبرند قطی کرکدیلا میپرسند ما ترسیدم روزیگه برام دیر برداشتم با این قد وکندم ما شاگرد داریم برادر شما همنشین شما دوست شما میگه همدلی از همزبانی بهتر است همدلی شما دلشادی نمازلی بگو کجان خیر برین همون برادر و دوست ما من گفتم جوره من نمیرم اون دهشت که خیلی دهشت گفتم اون دهشت میگه ای گفت 10 شرط ای جیگرو روشن شد بگم نمیشه با برنامه را تماشا کردم با اومدم غیرت کردم نشید ما دلشاد نمازلی را تقدموندیم برای شما رو آوردم سلامت باشید و فکر میکنم برنامه رو تماشا کردید در اینجا 10 قطعه جایگیر است در هر قطعه یک شرطی جای کرده شده است و شما در صورتی که هر شرط رو همگی 10 شرط رو پر اجرا میکنید از جانب برنامه ما با شما 200 سومانی هدیه کرده میشه. یکم شرط نگذارین اگر یک شرط رو اجرا کردن نتونستین 20 سومانی الکی اثرش گرفته میشه. اگر آماده باشین مرمت برنامه رو شروع میکنیم. آمادگیم الکی شتگیم بله کدام طرفش سر میکنه فرق ندارد
هر اون کاری که با بسم الله همین- آغاز گردد همین قطعی- این شکافه که این چه داره؟ قطعی خطرناک است. آها. در همین قطعی دو ما شرط های دشوار مونده میشه. این برای هم شکاف برای همیشه گفت این همون کدام هنرمند یا حجم نگار مخصوصا هم خیلی سراغ کرده. بسم الله الرحمن الرحیم بنیاد شفا بردارد و هر بلای باشد در سر شما از اون دشمنان سر نکرده. برادر اباین سر بکنیم چی با که یک مقامایی که همین بین همه وقت زیبا است و همین زیبا بودگی رو در بین میموننده بعد رسو یک کلمه دارن سریدین زلطای ای بین سر میکنه. باشه. خب این بچه بوی دادرنی بوی خیلی بوده که بله. حاضر ما قدیلم پر رسه ترسیده استم اون یگان چیزی که ادروش دهشت نپره. نباشد با. آها. دهشت. این دو طرف ها یک طرف شه بخونم. همین طرف. نامی سه هجونیگار و یا سراینده بد میدیدگیتون رو گیرید. نامی سه هجونیگاری بد میدیدگی؟ بله شما در محکوم نیستن. حجم نگار، باور اکتیور. کنید من همه را دوست میدارم. من یکون که بد نمیبینم. نه که شما اینجا خیر کردین که من دارم و که کم کم بد رو میبینم. همه هجونیگار رو گم میشه. همش هم میگین. آه. همیشه سرم سر بو ضرب میزنیم با چندی خواهی. یکم هجونیگاری که بعد میبینم این جورخونه جورخانی هم هم شکرخنده. هم کسب شما. آه. برای چی بعدش میبینین؟ یک جا کار میکنین؟ این بود در دوامش گفتگی نبود که برای چی میتونی بخواد لامبر کنی خیلی معلا برای که ما را بسیار غمت یاد سحنه بسیار غمت یاد دو سه بخلشکم زد او روز باید بونایشی گفتم تو مرا بعد میبینی مرا زدی گفت که نه خاکی صحنه که اوخی گفتم یه چیز اکتور مسترسا اکتور رو میگن یعنی که استعداد هنرمند اکتور و بعد تو هم خیلی میزنی گفت تمام گم نیست در صحنه میزنن در صحنه زد مردک بونیده با ما هم گشتم گفتم که انا گم نیست باید صحنه بازی کردیم با او اومد کورا بازی میکرده خیلی همیجا گفتم من گفتم که آقا تو عروسی نمیبینی خیلی کردم که گفت که من نمیبینم با او بازی داره با ما یا شپلاخ زده خیلی او برز برو اومده با گفتم چه کردی خیلی ما عروسی نمیبینم مرا کی زده سر گفت تا خدا میکروفون خیلی یا بلا یکی ساعت بلده زد او گفتم مرا تو چه خیلی زدی خیلی گفت خراشو اگذار با دویم روز داشته بازی کردیم کمتر دیگه کردیم ده اومده همین بینی من قپید خیلی خدا آدم بینی دودگی همین بینی قپید جوره کشید که گفتم ای بچه با همون کارو تا کردی خیلی اکو جوره گفتیم که همون قصدی همون کردن گیریم با من سرز امپرویزاسیون کردم گفت من خواستم که تو خطا گم کنی در صحنه من تا خودم گفتم آخه تو خیلی کوری بینی مرا میقپی میگه که ما کورم میگم که میقپم را همه را نشون میده و ما گفتم بینی بهتره پوتی ودی تله و دویم هنرمنده که شما بعد میبینید دویم هنرمند بعد میدگیم با علیدینه نپرنه که خدا علیدینی اسامدین میشناسی حجم نگار البته میشناسم آه مسافد بازی میکنه بله، بخی بله. او پشتی او بسیار حجم نگار و مسافد بازی را یاد گرفتن ایشان بگم برای چی بعد میبینم اینه میخی آمده سایکو میگی که علیدین پگه همجا سیونکا میره ماینا گب نیست دست پیشی ما یک میبینی که ای طرف سمالود میگرده این همی تو دو ساعت سم بعدش کردگی که برنامه رو بیای شروع کن این نوار بردار رو تنظیم بیار میگه که اکا یه جای دیگه برنامه که دیگه 201 میلیون تا مخصوص طرف میره ولی نه مقصد که کم کم نی پونکتوالینگ میکنه میگم ریشته خیلی چسبون در وقتی برنامه میبینی ریش های خوبش و سیوم هنرمنده که با شما تماما پسند نیست سیوم هنرمند دوره قدم قربونه قدم قربون که هجینگارو رو گفتیم همون قدم قربونه یه قدستش نه میدارم محقل نیست نه من همه کینو دا نمیبینم همین کینو دا بسیار نامی قدم قربونه میگیرم خیلیش میکنم نه که جگر ریخته من گفتیم همین تاجیکا که جگر ریخته میدونی برای چی خد بدش میبینم تقای سعید گب نیست تقای سعید چوک کنیم زنگ میزنه کک نداره چیز میگه اجرا میکنه زنگش میزنی قدم قربان حضور ندارد یا بیرون از منطقه است فقط خیلی از لیسانسیه چی به خیلی میکنه من نقص میبینیم تری آدم مخلصاش بسیاری بعد غم میتیم به همین خاطر اول ها بابا گم کیرشو میبینم چهارمش چهارمش نمیگم شما سه تا گفتگی این مرد اکبری
خیلی شما گفتین که من میتونم 10 تا بگم. نه اگه یارم من خیلی یک خیلی شوم میبینم که بدیلم نه با خیلی فکرانشو میبینم ده نمیدونم خطاگی میکنن اصلا با میشه که میگه با تک شب و کویاگر همه آدمای دوست میداشتگید با همو یکی به هر حال به همه واسطه بگم که خطاگیشون اجرا کنن طریق برنامه بله و زنده باشید و مونده باشید. سلامت باشید. شرط دوم شرط دوم خیلی بیا که این پیش ما گرفتم میگیریم ایشی قلقشری مایده که چات که بوده یک لطیفه شخ نقل کنید یا لطیفه شخ افندی لطیفه افندی کینو خیلی کاری خود موهایو حضور لطیفه رو هم میدونم و لطیفه شخ میگم جوی یکم وایشته دوت میمونه فهمیده ما کینو دارم خیلی میمونه یک بچه که زن میتیم سرقش هم زنش میتیم با خیلی از زندگی سر میشه و زندگی رفت یک ماه میشه و یک وقت خشتامانش عوض میبیه خشتامانش میبیه میگه ای اوتت کو اوچت کو اوتایم اوتا اوچه دامادا میپرسده با این خشتامان اومده افته میده میره خیلی اوچه چه فرام میکنه میگه اوچه و خشتامانی ما اومده برش میگه خیلی با میگه ای اگه خیلی زنک بزنه گپ میزنه ای چی گپ داره ای بچه تو ای بچه تو دختری من مقل نباشه حاضر میگیرم دختر من میبرم خانه خب زنکو چی کنه زنکو جنجالی حاضر میگیرم خانهش میبرم چی در کره خیلی خوبی تینجی خدا و چی گپ تو مقصد تا بگو میگه ای بچه تو چی بلو داره دخترم همین زنگ میزنه شب و روزی دراز که یا موشیده مرا میبره وانه خیلی همین میدروره وانه میگه درنی او میکنه میبروره درنی او میکنه میبروره سر من خیلی تگی او میکنه خود تگی او میکنه میبروره میریم بود در جوگه استراحت خب یک ماه دختری من هم خیلی میکنه دختری من شکلی خدا با آب رو آمده گه دختری من گارانتی داره چی باید خیلی میکنه که من میگه خدای ترسوندیم خیالو میگم گپ سریوز نیه که میگه ایره گپ سریوز میشه که میگه نه تو سروسیما نشه این بچه من استای ولکانیزاسیا کار میکنه برای تگ اوش میکنه اگه اونجا شکوف نباشه میسنده زنده باشید مرحمت ای رفت تمام رفت سلامت باشه تمام بسیار خطرناک در نصیب من برادر این نداشته 3 شهر رفت شما با فیلم فوکس نیکم برادر عزیز ببینه با خدا دادگان ستیزه مکن که آنها را خدا داده است هرچی که خدا داده هماشه من یه بار دیگه بینه فیلم شما فوکس نیکم هستی این شرط کجا شد برادر بخور شد امیز قوای برق مرد با فکرم شما هم شرط ای برادر قوای برق من چیکار دارم من که دیده بیرم ای برادر در نصیب یا که چی شرطی برنامه تونه دیگه میکنین 10 شرط گفتگین رفته است من حیران شدم برادر شرط کجا شد نصیبی مو خیشته را گروش کرد آخر اسپید کردن هم یک شرط گرفته که به جو کرده با یگان هنرمند اظهار محبت کنه مردک ده زنک ده بونو ده البته عثمانی نیسته شما با فکرم که با مرد عزیزی دیلم من ترا دوست میدارم یتی بیلیو بلیو I love you من به تو باور کرد نمیتونم ده ترا چنان دوست میدارم چنان دوستت میدارم که همه روزش اومد که این همین برادرها مرا مجبور کردن که من بگویم با واسطه این همین کامera و در اینترنت پخش شود همه بدونن که ها من ترا دوست میدارم کی باشه؟ نامشم بگو نامشه حتما به نام وای نگفته ممکن 100 نفر گمان کند که شما اونو میگین یا نمیفهمن نمیدونم دوره دانشجویی چی گذروندن من ترا در نظر دارم رالتونی عزیز رالتون هنرمند شد
همورم هنرمند نمیبود این پاپولار نمیشد بین استودنتا برادری عزیز. ما میفهمیدیم یک شرده هم خیرالتون میمونیم شما رولتون هم میخوردیم. هر چیزی که من گفتم اظهار محبت کردم. هر کسی مرا دوست میداره، هر کسی که میدونه که من دوستش میدارم الکی خودش حس کرد برادر. حاضر چی حاضر؟ سیری مردان پوشیده بود. پیش از همه باور کنید، پیش از همه وقتی که انسان یک کس را محبت میکنه، اول او کسی که او را آفریده همون را محبت باید داشته باشه. بله. اکیجا هرچند که ما شوخی هم کنیم باید جدی هم رفتار کنیم که محبت بر مادر، چون که خدای یگانه خالق ارض سما الله هست و آفریدگار زمینه این مادر است. بله قبول است به هر صورت. نه که او محبتی که من گفتم حاضی او خودش خید کدگه هفته دیگه زنگ میزنم میگه قبوله. قبول است. مرامد همین قطعی که همین قطعی سیرناک ایش هم نداره برادر. اینش ایش خیلی خطرناک می نماید. با دون جوان زنگ زده ویزافی او رو برای محاربه قبول کنه. ها ما با همون برنامه تماشا کردم. برنامه دون جوان بود. برنامه دون او خودش مرا زنگ زد چی؟ نمیدونم. بخشیش لبای او علیکم السلام. ماه باری خشروم خود چخلی سوزی؟ ها آها نومروی قدم قربون افتاد اکو گفتن همیشه داری براتن. نومروی قدم قربونه؟ شما سپراوچ اکا توی آدمی خیلی دوست می داشتگی ما زنگ نزدی؟ ما آدمی که بعد میبینیم توی من میپرسی که نومروش بته شاکا اکا او توی اکا امرا نومروش گفتم اکا هزینم اکا خدشکور بکنم گفت نومرو را هم میتدا کردم. بنویس چنده اکا؟ 918 918 46 سخاوت کاروان برنامه دارم بیزو کش کنه نکه تمام کرد بخشش زنده باشه. برنامه ما در بینندگان عزیز نوآوری شد. این ساختکاری نیست، واقعی بود. واقعی بود. همه چیزی خوش رو داشت. بعد دانجوان زنگ میزنه شرط رو از شرط قریب که فراموش کرده. دیده من با تلفن ما کشتم شما خیلی میکردین ما ترس ما کشتم 46 سخاوت کارون تلفن ما کشتم از بیرونش. برای چی گیپرازم نگفته؟ نه گیپرازه میشه جای برنامه با نیا با همجا رو بگو نمره پیش بگیره. دانجوانی هم دوست مراد شاگرد نه ها ما گفتنیم تا تلفنی من گریان شده نه. دوستان عزیز من وقتی که برنامه همین 10 شرط بعد تماشا کردم اول 10 شرط فهمیدم مقصد همین دانجوان تماشا کردم همه قزور گپ زایسته کی چیکار ریخته من ویز من خیلی میکنم ای $2 روزی 20 من زنگ میزنم اینه ترمیناتور گیری خیلی کرد گفت که مسکولای ما آهنیه. مسکولای ما آهنیه. ای برادر تو مسکولات آهنی باشه برش کم آهنیه. وای دوره تاک دونجوان همینجا تلفنش ماده باشه اگر باشه زنگ میزنیم دونجوان. میکروفون دارم بله مخلصون یکی زوری نکنه اولش خیلی گوش میکنه تو شینوس کنیم. الو سلام علیکم. سلام علیکم. این تلفن دونجوانه؟ بله گوش میکنم اکا. شما دونجوان دوست مراد شریف فهم؟ آوازات تشریف وقت استاد سعید. ای بلاد بزنه سعید جان ایدی خوباتی استاد کارخواه خوبه؟ رحمت خوبی؟ الو بگم من الو تمه شستم استاد. سلامت باشی خیلی سازی تیجیست. خودت استاد باید استاد را خشاق موری انجام نه چخه ما استاد نمیشتم. بلاد بزنه سازی تیجی سلامتی ها نزد من خیلی گیزلای بد تر زنگ زدگی موزی من سریوزی زنگ زدگی ما بچه ما بچه گناه میکردگی نیستم بچه گناهگو نیستم بود چو تو بچه تو چه بچه گناه میکردگی نیستی تو نیستی ها تو را در پتی دومان نماز خوندن رواه مقصد که تو چی باید خیلی مسکولات تتر گفزه که دیلم کفی
فهمیدی تو چی اینجا خوی مشکلات پا میکنی بوی خیلی بو ویزف میتی مودا خیلی بو میگی خیلی میگی من خیلی یک به یک میزنم بوی خیلی وای میبرم رینگ دا میبرم خیلی بوکس میزنم بوی خیلی وای میکنم استاد من میگم مخیر کلامو قدینه گفتم مقاطعه مایده قدیم بویش خطی گفت تو لوبایش کتی گفتی من تماشا کردم کو بیو قتی من بزن اینا گاب زن روز شما عیان کن در دبی در گجای باشه من برم قتی تو یک بیا مردک تو بزنی مردک بونی نزدگی چیز میگی ارواحی وز بزنش مردک دستگی و میزنی تمام گوش کن کای در گجا چه خیلی میزنه هاغه خد دوست خانکلو چمون نال بوی دو مت در گجا میزنه سیر دکارو چی بلیت فروش بلیت فروش او رینگ تیار کن گیرچه سیتکه پیتکه کش تمام دو کسا سه کسا ام ام ای بیای کاروچی خطی کی ششتگی مردک بونی قتی روزبک فایدالی ام روزبک فیضلی هم بیار که بهوشی و بگیره برات فهمیدی کنی تلفن روز من برنامه داشتم که بهترم قتی همون ارماندو میذارم میگه که من میذارم قتی کو روزبک فیضلی ها نه سلام علیکم علیکم السلام روزبک چه خیلی سوزی تینجی زنده باشی دودری جانم روزی از روزش معلوم نیست خب معلوم میکنیم بعد بیایی را گیر بر فهمیدی تمام استراحت کرده است نه یا جامعه کسری خوارگی خدا شفای کاملش ده برای کار روز شب میمونیم گپ میزنیم بیایا گاب نه مالا خدا نگهبانتون باشه این تلخ کف میشه چوسی بگردن یکی کم داره سیریوز میگیری خود ما میترسیم ترسیم دیدی میگم من کلونو رو نگفتم خیلی بعد لازش بگرد خبرش کبینده دانجا اوچکو مای جمیرین مشق میکنی نه کی تیاری میبینی برادر من هر روز میزنم خیلی آدمو خیلی کرد کم قدر میزنم من سمومش سموم میزنم برای من شرط دیگر رو میبینی شما با اصول سموم اگرم قطعش مشق کنید چلکی باشه خب با یگان هنرمندی مشهور تقلید کنید با کی تقلید کنید؟ مشهورش خیلی همون استادو باید لو رجب هسته یک کس کنیم تقلید بسه هست فیلمی همین چی را فیلمی او طرفونه فیلمی بوبوی غفار هم تماشا کرده بله در همونجا بینیده همین اپای سوریگل قربان ها حوزی همکاری ما هستنده یک جای کار میکنیم یک مؤسسه دولتی ده و بسیار وقت ما همین را باور کنید سیدخان تماشا کرده وقتی که سیدخان تماشا میکنیم این برویه بعد روز ده برنامه بودیم بعد که برام او سرود خوند هنری سرود خوانی هم داره ده اپای سوریگل و برام از سرود خواندو همه برآمده رفتن ده اوجا تماشا کردن میگه سلام من برای تو ماشین خریدم و من میکروفون رو گرفتم یکی هیجان در اومدم گفتم سلام دیگه اپای سوریگل سروسی باشید مردم خریدن گفتم من برای تو ترولبوس خریدم باور کن گشته ای آکای چی بخیلی گفته گفتم یکی ذوقم کرد تقلید با استاد یا که اون وای داره که اون نامی که میگیره در وای همین علیدیم بسیار خوش رو تقلید میکنه اونه که خیلی من میتونم کم خیلی بالون مزنایم ایتا ترشایم شدیسته اون چی؟ برومده است تقلید من اکر راست گفت تقلید کار نیستم نه که خیلی کوشش میکنه یا استاد ورتی قادر آمده من نمیدونم این فیلم ترجمه نداره اما ما ایره چی خیلی میکنیم نمیدونم بسیار انسانی برده خیلی مونه خیلی کم زن همه کوشش میکنه خیلی تمام برادر رو طرف باید خیلی گفتن گیره از ما ها خیلی گفتن شم نداره چی؟ ایش نداره برادر رو ایش نداره آوازی سه حیوان بچه اومده آدما با حیوانات گذاشتیم هنرمند خلقی با حیوانات گذاشتیم آوازی سه حیوان کنید یعنی تقلید کنه آواز صدای سه حیوان یا یگان حرکتش تقلید میکنه من یک حیوان هم میکنم دو تایگش آوازش هم به حالتش نه هم دو تایگش خطانی ہوئے یک حیوان که باشه
گوسپند کسری دیدگی بس هیچ انا که بوزه که حالاتی که کشتنی میبرن شه بوز دیدگی کشتن شه دیدم من مراجعت بعد کارمندای منتجه رو کردم بوز کشتنی میبرن وقتی کشتن یا گلوش کار نمیمونم بشه تمام یک دیگه یک گو داشتیم همه قدر بیناموز بود جگریخته که همه علافه در پیش میموندی رنگ این همی حوزیره یا خیلی میکردن که در کوچه جوانایی که من نمیدونم او تلبیه را یک جو میگیرن جایش که خودشون رو میبینی گره نیزیق میشیده با ما همون گو موده رو به خاطر میرسه این هم خیلی میکره علف در پیش میمونی که بوار که اگر علفی کم ترک خیلی یکم علفایی که خیلی نامعقول دیلش بود خیلی میکنم خیلی که نمیدونم حق قرآن دیگه چی کنید و تای دلشون زمان ندارن خندیدی برام معقوله چی نیست نه خیلی شد قبول تمام خیلی مونم بود خیلی مونم ای بچه به نظرم دیگه همون بود از نمونم کنید دومارم شرط دیگر رو میبینم برادر 170 سون کار کردیم گیریم همین رویم اون چیزی گیزلای بد نبیه او دانجونا تماشا کردم در اونجا یک تخم خورد چی خورد بعضی هنرمندا بانان هم میخورن دوست میدارم بانان چیش بوده یک تیزگویک گوید من یک تیزگویک در برنامه میدان هنر داشتم تیزگویک بسیار دارم بسیار که بسیار میدونم نکی هم تیزگویک ای باشه که قزیق باشه داره بعد هم با هنرمندا رو میگفتن خیلی میگفت شیشه در شیشه شدان خیلی فلان به مدون با میگفتم نه یک تیزگویک دوست دارم سرسری که دویدم کلای که گزیدم سلامت باشی این هم گزید کنم اوجس اسمس هم زخش در بکسای ده سرسری که دویدم کلای که گزیدم سرسری که دویدم کلای که گزیدم خیلی من میگم که سرسری که دویدم شما در موش هم میگین من سرسری که دویدم کلای که گزیدم سرسری که دویدم کلای که گزیدم اگه با بیای خیلی نماراتش میکنه خیزیق شما در برادر سرسری که دویدم کلای که سرسری که دویدم کلای چی را گزی؟ کو خیلی بلندتر گفت سرسری که دویدم کلا داره با میون کو سر داره همون سرسری که دویدی با کلای که هم میگزی و سرسرش که رفتی با حتیش کلای میبود زنده باشه سلامت باشه برادر تیزگویکی جالبی دقیقت نه؟ جالب یکی همین دلشاد نمازعلی دودر برادری که همکاری میکنه همنشینی هم ردیفی داره همون برادر همه وای گفتگی بدم با محسوس سمجش میگیریم با ایمای بیگان چی دوره میکنیم ببین چند بود کلای چی را گزید آوازی سه پرنده رو کنه پرنده مرغ در پرنده داخل میشه مرغ کبک هندوک مرغابی قاز غاز شما هندوک دیدگین چه خیلی هندوک داره هندوک اگر بود ترسانی میدین چه خیلی میکنه میزنه کرکر نه بعد میدوا بله اگر با فرمت سخت داشته باشی میزنه تمام این جگریه شما انا که جوره آوازی قازه آوازی کپ گفتی؟ کپ کمیشه مرغ تخمکن خروزی دکن توری چی؟ این کاوی که با فیلم یک هفته قفس هیچ دادگی نیستن گرینی کاری دونه تیز داده شکندر کاوی شکندر میشه ایش آواز کاوی موده یه موده مونه بله او مکنه در نرش گذاشته دو تا شید یا سه تا شید؟ دو تا شید آخر کاو که مودش احسان میکنه؟ نه او یا پرنده ایگره کنه مرغ تخمکنه خروزی دکنه قوزه بو نمیدونم یکم خیلی بیا مرغ تخم میکنه اول او میبیه بچوره
خدای نکنه که اگه موشه اگه چه موش بسیار چقدر در تخم میبره. بردن موش دیدگی چه خیلی میبره. نه باز ما اگر بگم تماشابین بسیار میبینم اگه که روش قرد کردیسته نکی در حقیقت من مرغ دیدگیم موشه اینم تخم مرغ اینم خیلی میگیره در آرام کنده سینه‌اش اینم خیلی میبره با خدا دلینگش میبره اینم خیلی میبره. بو من میگم که همین شیر ما دیدم طلقه کاف دیدم مرغای در کنی ما تخم میکنن میرم نیست همین گفتن که موش میبره ما باور نکردم. اینم خیلی میبره. باشید بگم ما دوست شنا میکنیم. کیرا موشه یا مرغ؟ مرغ تخم کنده چه خیلی موشه میکنه مرغ میکنه. با سعید نفهمی. خیلی ده. توخ کرد. با وقتی که ما رو بالای وایش تخمش در باعث یک کمی بیچاره تخم بردگان ای خروس طرف کنه که بعد نامش بعد شوش فریاد میکنه بعد شوش میگه رنگی دونجوان میگه که بردگی را یک پیاد میبرم یک تخم میکنه یک ساعت خود میکنه گوش پرت هم میبره. ای باور کن افتری تفرزه تو باز یک کروکه تو 38 سامونش دیگه برده؟ یک سامونی 10 دیرم. چند دیرم؟ یک سامونی 10 دیرم. یک سامون 20 دیرم شد. تموم شد. قبول منم شرطی اخیران وقتی این برنامه بسیار شخ ای بچه چی باشه اینجا؟ آخرش یک لحظه نقشی بابای ارگش بای و شما رو با انا همین صحنه تون با انا همین نقش میشناسم. کنم طرز گپ زدن با زبان یا طرح ینده اکو خودت منم پروکال کردن یا همین نمیدانم زمانه یه خیلی شده همه را پروکال میکنه او رو چیشتم نه بیرم پایلت کردم گفتم که پایزلی ده او روز یک کس میگه که تو چوه پایزلی میگی همه پایزلی میگم در پایزلی گفتم اینجا شیم بچه جان شیشتای میگه بابا 2 کاره 2 چند میشه یه گفتم بالا زنه تو صنفی چند میخونی گفت صنفی 4 یه صنفی 4 2 کاره 2 را نمیده یه 2 کاره 2 4 میشه یه بالا زنه تا که گودک میگه طرف من میگه که من میادم یکی میگه 100 دانه باشه آیا ندان یا بار پرسیده نقش ارگش بوی رو بازی کرده اید مسابقه از بلندی با او پریدن است که او خودش خنک بوده میگه من میپرم بعد میپره دیدگی نه بله صحنه نمیشه با اون میبیاد بعد همون خیلی وایده و میگن که کسی در تای او بسیار است کاروچی اینم $10,000 میتیم خیلی رنگی 10 شرط 200 میلیون $10,000 $10,000 200 میشه بعد ارگش بو همجا میبیاد تا نگاه میکنه میگه چمی میسم من دخانی ندارم یک کنی خود ما بسنجم فکر کرده که یک کس میبیاد جورا تلاش میکنه همون ازوری بوگی داگه میونش همون پیچوندگی همون میره جورا هم تاگی بسنی های خیلی میکنه نمیبرو انا میبروه همه زورش 5 دقیقه میسته اون نمیبروه اتای او میبرم کارم میگه ای ارگش بول ملادیز قندو تزم آفرین بردی این هر کم نمیتونه 9 دقیقه سه یا بردی است میامره هم تاگی وایتنا ساز کنه تاگی باسن تنا میگه چو کرا یه باند یه زرم روز که تاز نمونه میکشدم با پوینده سلام زنده باشید. باوری دارم که برنامه ما با مخلصان و مخصوصا مخلصان گروه شما گروه شکرخان خیلی پسند اومد و از اون 10 شرطی که به شما پیشنهاد کردیم فکر میکنم که یک شرط رو من نمیدونم این رو شما میخوای داشته باشیم بگیم بو نگوین که ایجا باید فریبگری شیم همین قوای برق مرد غیب زد یا که شما همون هنری فوکس کردن هم دارید نمیدونم چه خیلی که یک شرط ما غیب زد به هر صورت شما نخورده باشید با کاغذ به هر صورت از عهده اجرای همه شرط های ما گوییم که به خوبی برآمدید. سلامت باشید. تشکر میگیم که به برنامه ما اومدید دعوت ما را قبول کردید. زنده باشید خسته نباشید. باور داریم که همکاری ها رو من بعد نیز ادامه میدهیم و در آخر به مخلصان و بینندگان برنامه 10 شرط چی گفتنی دارید؟ انشالله که همکاری میکنیم. گفتیم که همدلی از همزبانی بهتر است، یعنی که همدل بودن در کار. مخلصان عزیز تماشابینی که ما را دوست می‌داره تماشا میکنند. مردم شریف تاجیکستان به همه شما سربلندی، خانه آبادی، تنسیتی
عمری دراز رزق فراز را از درگاه پروردگار عزوجل تمنا دارم. برای شما برادر عزیز، برای اهل گروه هنری که تنظیمگران و نواربرداران دیگه برادرها هستند، البته زحمت بسیار طلب میکند برای کار، قله های بلندی صنعت را تمنا داریم، چون که ببینه که همین هم یک در فرهنگ میدوره، در صنعت میدوره. فرهنگ هنر است. هنر این یک انسان رو به یک جای به یک مرتبه میرساند. هر کسی که میگه خواه که ملت نیست که نه، اول فرهنگش نیست که خودش نیست میشه. بسیار برنامه جالب دقت است. هنرمندا بیای اشتراک کنه. این گپ در سر اون نیست، او گپ در اون میرود که دل میکشد پا میرود. بله. محبت رازی ماهی باید آموخت کذا بیرون بیاریدش بمیرد. بله بله. نه، محبت رازی انسان باید آموخت که در آبش بیاندازی بمیرد. و همین خاطر خانواده سربلند باشه، شما نیز اهل برادرای هنر باقی در امان خدا باشه. چون ما در آغاز برنامه وعده کرده بودیم که از عهده اجرای 10 شرط به خوبی برای از جنین برنامه ما به شما 200 سومانی توفیق کرده میشد. ما همین رو در نوار میدیم که باز مخلصان گمان نکنن که ما دروغ میگوییم. این عروسی بده، این از این من حق حلال شما است. اینا ببینن که با فریب نکنن. فریب نکنن، میگم نگوی که فریب کردن. من 200 سومون ما بخنیم که پروردگار رو خیلی مجبوریتون رو بدن قبول کنه. خدا برای کارتون تیا اقبال آبرو زنده باشید. و میگن که هنرمند هر کجا باشد قدر بیند و صدر نشیند. بار دیگر خوش آمدید. برنامه 10 شرط بود از کانال تاجیکان گروپ. خیر تا برنامه دیگر با ما باشید. Audio Jungle.